همین نام اویس قرانی را شنیدگیه. سلطان اویس قرانی در عالم اسلام مشهور و معروف است. آدم این حضرت به درجه منزله داره در اسلام که حتی در یک خبر اومده است رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه که من بوی جنت از طرف یمن استشمام میکنم. در یمن مرد میزیت با نام اویس، من بوی جنت میگه از یمن استشمام میکنم. به حد درجه و منزله داره که رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی قصه اویس در نزد صحابه ها کرد، دلشون گم زد، سوال کردن ابوبکر عمر هر دش بدن، گفتن یا رسول الله میدیده باشیمش؟ حضرت گفت یا ابوبکر تو نمیبینیش، اما تو عمر ملاقاتش میکنی، زیارتش میکنی. وقتی که ملاقات کردی با اویس قرانی بگو که در حق طلب استغفار کنه، در حق دعا کنه، از اویس دعا بگی. سبحان عمر فاروق گفت که از اویس دعا بگی، دیگه از این درجه و منزلتی بالاتر میشود. اما اویس صحابی نبود، در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم زندگی میکرد. حضرت صحابی نبود، یک مادر پیر داشته است، یعنی یک پسرش بود همین اویس. این حضرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم نادیده ایمان آورد. یک بار براش میسر گشت، گفت سراسیمه میرم حضرت زیارت میکنم. شتابان همراه یک کاروان مدینه منوره آمد که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه نبود. یک دو روز استاد که حضرت تأخیر کرد. این مادر گفت غیری من دیگه یگون خدمتگار دیگه نداره، حال مادرم چی میشیده باشه. گفت گشت برفت، یعنی که به درجه صحابگی نرسیده است. به همین درجه و منزلت شما تصور کنید. اویس قرانی در تقسیمات از وحشیه که قاتل حضرت امیر حمزه بود خیلی پایون تره. و برای که وحشی صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم حساب میکنه. وحشی در سال فتح مکه ایمان آورد، مسلمان شد و حضرت صلی الله علیه و سلم ملاقات کرده دید. این درجه و منزلت صحابه است. الله اکبر. این صحبت با چی خاطر کردم؟ ببینه یک جمله، یک خطبه میتونه که تقدیر آدم دیگر کنه، میتونه که آدم جنتی کنه، میتونه که آدم اصلاح کنه. گر بدانی که نشنوند بگوی، آنچه دانی ز نیک خواهی و پند. خدا رحمت کنه شیخ سعدی را. میگه اگر حتی گپ تگوشم نکنم بگو. زود باشد که خیره سر بینی، بد پای افتاده اندر بند. دست بر دست میزند که دریغ، نشنیدم حدیث دانشمند. حتما روزه میشود که همون خیره سرایی که اهمیت نمیدادن اعلان میشید که امری به معروفی میگریختن، پشیمان میشوند. ای کاش، افسوس صد افسوس، ای کاش در وقتش صحبت گوش میکردیم، یک استفاده میبردیم. انشالله امروز ما را نوبت دادین. یک لحظه حق میخواهم همراه تو یک صحبت داشته باشیم. جام دختر پدر داشته باشه، پدرش چی رنگ باشه، مادر داشته باشه، اون مادر او چی رنگ است که به این شکل به این صورت میگرده. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت صنفان من اهل نار لم ارهما. ده طایفه مردم هستند که از اهل دوزخند، من هم یارا ندیدم. میگه پیغمبر نیکی به خبری که از خدا به من رسیده است میدانم که اینا دوزخی هستند. سبحان الله. اگر پیغمبر به این شکل و صورت ایش زنای شرمنده را میدید، آیا امتی ایو را قبول میکرد؟ ای رنگ شو بیزار بود. من ندیدم شو میگه. نیکی من به شما خبر میتم که همین دو طایفه مردم دوزخی هستند، دوزخی هستند، دوزخی. قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون به الناس. گروه اول قومی که در دستشو دوبینکه دارن یا شلاق دارن، مثل دنبگو که با اون مردم هم میزنن. و نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن
کاسنبة البخت المائله. طایفه دوم زنهایی که اگر چند لباس بپوشند اما در معنا لچی برهنه، او لباس نیست. زنهایی که از شریعت اسلام دور شدیان دیگران را با از شریعت دور میگردونن، هم خود دور شدیان هم سبب دور شدن دیگران میگردن. سراشو مثل کوهان شتر، موی سر در پشت سر جمع میکنن، اینقدر توب میکنن مثل کوهان شتر، اسنیمه شتر واری. وقتی که موی سر در پشت سر جمع کرد دیگه او رمال میبنده آخی سر علیج میکنن با قواری. لا یدخلن الجنه، دو طایفه داخل جنت نمیشوند. ولا یجدن ریحها و این ریحها لیوجد من مسیرت کذا و کذا و فی روایت من مسیرت 500 عام. این طایفه ها میگه این دو طایفه داخل جنت نمیشوند، حتی اینا از بوی جنت محروم هستند. بوی جنت از مسافه 500 ساله راه استشمام میشود. این دو طایفه مردم از بوی جنت محروم هستند. پس بخد بیای خواهرای عزیز، آخه شرافت شما در عزت شما است، شرافت و آبروی شما در پوشیدن و استوره بدن شما است که یک از حرمت احترام تو میکنه. با این شکل صورت در کوچه میبره کی شما را احترام کنه؟ کی احترام تو کنه؟ بعضی جوانان شکایت میکنن که امروز جوانای ما بی ادب شدین، زنهای شودار هم گپ میپرتوین. ای کجا میفهمه که این باشه به همین شکل صورت میگرده آخی در کوچه؟ از برای خدا هشتونه در سر تو بگیره ای مردم مسلمان. آخی ما میگیم ما عرف و عادت ملی داریم، ما تاجیک مسلمان هستیم، الله اقل ما عرف و عادت ملی خطونه رعایت کنه. ای چه حال زار است، ای چه حال زار است. همین رومال با کی زیان کرده است؟ رومال حسن کی را کم کرده است؟ قسم به خدا برعکس است. یکی از سبب‌های آن که در اروپا در تهلکه غلطیدن در بعضی ممالک در جاهای جمعیتی دیگه سطر عورت منع میکنن، حجاب منع میکنن، اون از که دیدن که زنهای اروپا حتی مایل به سطر شدن. اوزن وقت مستوره باشه ببینه چقدر شرافت آبرو داره، هر کس جرأت نمیکنه با پیشش نزدیک شوه. پس آبروی شما، عزت شما، تمدن شما، کلتور شما در سطر عورت است. زنهای عزیز و پسرای مهربان، اگر کرده صاحب تمدن است، اگر نکرده یک مقلد است. این تقلیدش میمون هم کرده میتونه. برای تقلید کردن یگان عقل فراست در کار نیست. شرق را از هم برد تقلید غرب، باید این اقوام را تنقید غرب. حضرت علامه اقبال لاهوری شخصی که تعلیم اروپایی داره، شخصی که در اروپا خوانده است، ما و شما را تحذیر میده که شرق تقلید غرب از بین میبره، نست نابود میکنه. قوت مغرب نه از چنگ و رباب، نه زی رقصی دخترانی به حجاب، نه زی سحری ساحرانی لالروست، نه زی عریان ساق و نه از قطع موست. قوت مغرب زوری اروپا و امریکا از سینتزاتر نیست، از گیتار نیست، از رقص او دخترای فاحشه نیم برهنه نیست، از کازینو و نشینای کلوبا نیست، از بریدن مو پرچاسکا و سریلیچ کردن و کونیلیچ گشتن نیست. قوت مغرب از علم و فن است، از همین آتش چراغش روشن است. زوری اونو تواناییش و اقتصادی به قوتشو از علم دانش ای. مدنیت در آموختن ای، در تعلیم ای. مدنیت در تقلید کرکرانه و میمونوار نیست. قوت مغرب از علم و فن است، از همین آتش چراغش روشن است. حکمت از قطع و برید جامه نیست، مانع علم و هنر عمامه نیست. هیچ وقت سلام مانع علم و هنر نمیشوه. سر تلیچ کردی و موی سر تبریدی تو کلتورنی نمیشه. هیچ وقت مدنیتی تو، علمی تو،
دانشی تو، فراستی تو در علم تای، در تمدن تای، در عقل فراست تای. ای جوانی عزیز، علم و فن را ای جوان شوخ شنگ مغز می باید نه تقلیدی فرنگ. برای علم و فن عقل در کار، مغز در کار، کوشش در کار. با تقلید فرنگ هیچ وقت صاحب علم و فن نمیشه، هیچ وقت. روسا یک مثال دارن، میگن по одежке встречают, по уму провожают. анам либос та мебинан қабулот мекунанд, баъд ақл та дида ба ту муомила ва муносибат мешава. мебинан либосу сар либос та чӣ, баъд ба ақл ба ту муомила мешава. соли 2001 буд, раҳмати падарам бемор буд, дар ҳамин шифохонаи медгарадок 4 этажда хоба якм. аз дасташ мегирам, мебарам перевязочни, перевязкаш мекунам, меёрам. зиёда аз 2 моҳ ҳамроҳаш будем. ҷома дорам, риш дорам. ҳамҷа якчанд ҷавон охрана анака муҳофазат мекунанд. як шахси бузурги дига дар ҳамҷа хоб буд ҳамун шабу рӯзо. баъд ин охранникҳо ай бекорира кроссворд ҳал мекунанд. газета гирифтияна кроссворд ҳал мекунанд. ба ҳам як таш нишастагӣ, ма ҳам дар паҳлӯ шиштам мунтазири падарам охи кай ай реаниматсия мебурад хатиш бирем. як касе дигаша суол кард ки фалонӣ гуфт инами имхел калима будааст 5 ҳарф доштааст, чӣ мешава? ӯ гуфт ман якҷо медонам. иқа шиштам ки дидам бисёр ҳамҷа руст шудагӣ ай. ба гуфтамаш як ҳамита нигоҳам кард ба тааҷҷуб. баъд вертикалша ҳал кардааст, перпендикулярша бояд чӣ кунад, ҳарфи аввалаш ёфшид ку. иш чӣ мешида боша? гуфтам иш ина ихел мешава, парида иҷош хешт дар риша садқа бобита ҷо медонӣ? гуфтем додарҷон, бобит университети давлатии Тоҷикистона, оли донишгоҳи миллӣ аст, ба дипломи сирх тамом кардагӣ. аҷаб мардаме. шумо ҳами то галстук кастуно буру кана бине одама ҳеҷ ҳисоб намекунеда. ана дига мо дар ҳамон ҳуҷра қати падарам будем, ҳамаи кроссвордошна меовардан дар пеши мо ҳал мекардан. домло ҳамҷа чӣ мешида боша? аз ҳамон хотир илму фанро ай ҷавони шуху шанг мағз мебояд, на тақлиди фаранг. аммо шумо тозаву озода боше, хушрӯ боше, либосҳои хушрӯ пӯше. ولی یک چیز در مفکوره ما ششتگی خاصتا مردم پیشینا میگن ای چی تا آوازی های؟ آوازی در یک هفته یک بار میشوه. سبحان الله. یا تو باشد در دوره سویتی بندیدیم بود، یک روزش هم روزی حمام بود، یا در عسکری یک روز بندیدین های. این بیچاره خیال میکنن که همین آدم باید در یک هفته یک بار آوازی کنه. هر روز آوازی کنه. اگر امکان داره در یک روز 5 بار آوازی کنه. باور کنید در همین گرمی من شرایط بیاوم، همه هر باره که طهارت کردن لازم شود غسل میکنم. ای هم سلقین شای، هم تازه و آزاده شای. در این گرمی بدن آدم عرق میکنه. ببینه پیامبر صلی الله علیه و سلم چقدر به تازگی و آزادگی خوشبویی اعتبار میداد. در روز جمعه امر کرده است امت که غسل کرده و بعد بیایه نماز. اگر چند با وضو میشه و کو نماز خونده. چرا غسل؟ زیرا که همون چرک بدن نابود شود. وقتی که چرک در بدنت نباشه عرق هم که کنی بوی بد از بدنت خارج نمیشه تا چند مدت. از همین خاطر باید تازه باشه، آزاده باشه. امکانیت داره، امکانیت. همین پوشیدن لباس زیبا هم دلالت به سلیقه میکنه. کسای لباس تازه و آزاده میپوشن که اتیکه و استتیکه را میدونن. آخه شما جوانای عصر 21 پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به امتش تاکید کرد احسنوا لباسکم و اصلحوا رحالکم. گفت بهترین لباس ها را پوشه، لباس خوب پوشه. حضرت امام اعظم ابو حنیفه بهترین لباس میپوشه، زیباترین لباس ها میپوشه. اصلحوا رحالکم، در سواری های بهترین سوار شوید، در سواری بهترین سوار شوید. این الله یحب ان یرى اثر نعمته علی عبده. خداوند دوست می‌داره که اثر نعمتش در بندش ببینه. 30-40 هزار دلار در تای سر مونی و
یا لباس کندگی جیدن بپوشی بگردی، خدا را خوش نمیآید. لباس را توزه و آزاده کنی به خاطر خدا، برای افتخار و تکبر دنیا نه، به خاطر خدا لباس توزه و آزاده پوشی. همین ریش سفیدای ما را ببینه، بعضیش بسیار زیکان، بسیار زیکان، خدا نگهبانشون باشه. وقتی لباس میپوشن میان میگوی ملائکه اومده است. ریشش سفید، سر لباس تازه سفید آزاده خوشبو داره، در سر باید سله دیگر بسته است، میگوی قشون ملائکه ها می اومده باشند. انا به همه تقلید کنه، خوشو به حالشون. زبونای پسته استفاده بره، کسای زبونای پسته استفاده نمیکنه، از زبونای پسته بهتر مسواک باید داشته باشه، توزه و آزاده کنه، خطونه خوشبو کنه، زیرا اسلام دین پاکی و تازگی است. حضرت جبرئیل دیده باش صورت در اومد که عمر رضی الله عنه میگه ما در تعجب موندیم از لباس سفید تازه و آزادش، از موی سیاه تازه و آزاده و خوشروش در تعجب موندیم که آدم اینقدر بزیب میشید است، اینقدر خوش لباس میشید است. انا میگم تازه و خوش لباس باشه. جوانای عزیز، مسلمان ها غر محجلین هستند، یعنی که یک پیشانی تابناک دارن، در بدن گاوی سیاه ببینه اگر یک داغی سفید باشه چقدر خوشرو و داغ. انا مسلمان ها در بدن بنی بشر مثل انا داغی سفید خوشرو هستند، باید به همین سزاوار باشه. خواهش میکنم و تقلیدی به دیگران نکنه. الحمدلله لباس تازه و آزاده و خوشرو امروز پرای هر نمودش که بخواهی. همین مایک های تنگ، نمیدونم همین شیمایی که حتی دو شاخگی را نمیپوشن، از برای خدا همین را نپوشی. همین با مردی شما زیان داره، میفهمه؟ با مردی تو زیان داره. متاسفانه وقتی ما با آخر رسید، انشاءالله هفته آینده از همین جایی که صحبت قطع کردیم ادامه خواهیم داد. در آخر در حق همه دعا میکنم که خداوند همون زینت و زیبایی و سیکه و صورتی را که به حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم و به اصحاب بزرگواری او عطا کرده بود به ما و شما نیز عطا کند. خداوند سلیقه نیکو برامون بده تا به خاطر خدا، به خاطر خوشنودی خدا، از بس که خداوند دوست می‌دارد اثر نعمت در بندش ببینه، لباسای خوب و زیبا و آزاده پوشیم، شکل صورت زیبا داشته باشیم، خاصتا زنهامو شکل صورت مستوره داشته باشند تا اینکه خدا و پیامبر خدا را خوش بیاید. و خدایا خداوند امید بر رحمت تو داریم، مسلمان واقعی مان گردان، نه مسلمان جغرافیایی. پروردگار را مساعدت که هر وقت یک فرمانی تر میشنویم، امر از اوامری تر میشنویم، تاکید را از تاکیدات حبیب محمد صلی الله علیه و سلم میشنویم، خود را در آن مستقیم کنیم، موافق آن عمل کنیم تا توسط این عمل و توسط این استقامت بر رحمتی تو سزاوار گردیم، به جنتی تو سزاوار گردیم، از غضب تو و از آتش جهنم تو نجات یابیم. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك یا ارحم الراحمین. الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز اسلامی، روز شریف جمعه را از برای یکایک شما و در شخصیت شما از برای تمام مسلمانان این جمهوری و مسلمانان خارج از کشور و مسلمانان تمام عالم تبریک و تهنیت میگویم و از درگاه خداوند متعال مسئلت آن را دارم که پروردگار روز شریف جمعه را از برای ما و شما مبارک گرداند و توسط این روز شریف هم طاعت عبادت کرده و اجر ثواب جزیل به دست بیاریم و هم پند اندرس شنیده دنیا و آخرت خیش را آبادان گردانیم. آمین. هفته گذشته حدیث عمر ابن خطاب رضی الله عنه را به سمع شما رسانیدیم. قصه
آمدن جبرئیل علیه السلام به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم به صورت یک اعرابی و سوال کردنهاش و پاسخ سوال از پیامبر صلی الله علیه و سلم گرفتنهاش و ادب اظهار نمودنش و تعلیم کردن ما و شما، گفتیم که بسیار حدیث مکمل است. حدیث بسیار حدیث مکمل است که تمام گوشه و جنبه های حیات ما را فرا میگیرد. و ما هفته گذشته در موضوع لباس پوشی، لباس سنتی، طریقه پوشیدن لباس با شما یک صحبت مختصر داشتیم. خب امروز انشاءالله صحبت ادامه میدهیم که همون مرد اعرابی، یعنی حضرت جبرئیل که به صورت اعرابی آمده بود، بسیار لباس های تازه و آزاده در بر، لباس های سفید که در لباسش یک ذره گرد دیده نمیشد، موی سرش بسیار تازه و آزاده و زیبا، شانه کردگی از سیاهی میگه یلتراس میزد، یلقاس میزد. کسایی که موی سر میخواهم بگذارن، سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم به همین شکل است. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم تاکید میکند من کان له شعرا فلیکرمه. هر کس موی سر میگذارد باید او موی سر احترام کند، احترام کند، زیبا و آزاده گذارد. یک وقت من هیچ باورم نمی اومد که در تاجیکستان ما هم میمون بازی پیدا می شود. بعضی جوانا موهای سرشون مثل موی خروسواری، تاج خروسواری چخ کرده و در کوچه و بازارها می گشتن. حتی بعضی بشرماش به همون موی سر به مسجد هم می اومدن. کسی که موی سر می گذارد موی سر سنتی گذارید. تمام سر زدن در تاری سر، چهار مور ماندن، پولو باکس میگن، خاک میگن، بلا میگن. این از سنت پیامبر نیست بچه ها. از برای خدا میمون مرحمت بمانش تازه آزاده خوشروک، اما تو تقلیدی به غربی ها نکن. یک دم میبینی که جوانای ما همه خودشون دیما بیلن میکنن، پیشای سر میزنن، کفا را دراز میکنن، رنگی زلف عروسا بارین. یک دم میبینی که تمامی سر میزنن، در تاری سر 4 قیله بمونن. وقتی بازی فوتبال بود انتظار کشیدیم که کی زمان بازی کمانده الجزایر میشود، کمانده مسلمانا مخلصی کنیم. کمانده الجزایر به میدان میبرید، شکل صورت او را ببینی باورت نمیشود که همین مسلمانان. مردمی سبزینه با موهای سرشون همش زرد کردیان، تمام گردی سر زدگی 4 مورا در تاری سر تاج عروس برین گذاشتیان. ایامون کسافتیش بود که در بازی اول باختن، اخیر نبرمدم. آخه موی سر مونه نه که احترامش کنه، چخیلی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تاکید کرده است. واقعا حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم موی سر داشت. در احادیث صحیحه اومده است. در صحیح مسلم کان نبی صلی الله علیه و سلم یبلغ شعره شحمتی اذنه. موی سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم به نرمی گوشاش میرسید. سر ترتارش نمیگذاشت گرد اطرافش بزنه. کان نبی صلی الله علیه و سلم یبلغ شعره منکبیه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بعضا موش درازتر میشید تا به کتفاش میرسید، اما پیش سر نمیزد، پیش رنگ دیم بیلم بمانه، همه سر میگذاشت. حضرت فرق میکرد، از میانه موی سر شانه میکرد. کسی میکنه آش شوه، حلال شوه، اما به قدری همون موی سر برسه. من کان له شعرا فلیکرم. هر کسی موی سر میگذاره بگذاره، احترامش کنه، تازه و آزاده و خوشرو باشه. اگر کرده نمیتونه سرش بتراشه، خوشروک در سرش یک تاقیه، یگان صلاحی بمونه، انشالله بسیار زیبا و آزاده و خوشرو میشه. و این شخص بابا امروز بگذار
بگذار پیش جو است. نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم با تواضع و ادب داخل شد. گفتیم در بعض روایات حتی اومده است که اجازت پرسید که یا رسول الله اجازه هست که بشینم؟ حضرت وقت اجازه داد اومد میگه در نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نشست. زانوهاش به زانوهای مبارک پیغمبر رسانده به خیلی نزدیک اومد نشست. دستا را در بالای رانهاش با ادبانه گذاشت. بعد سوالش کرد که یا محمد صلی الله علیه و سلم اخبرنی عن الاسلام، ای حبیبی خدا از اسلام ما را با خبر کن. آدابش ببینه، تواضعش ببینه. واقعا مردم عرب آداب تواضع نداشتن. حضرت جبرئیل به خاطر تعلیم دادن اونا در اومده بود. در آخر حدیث گفتیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت عمر مراجعت کرد، گفت یا عمر شناختیش؟ اتدرون من السائل؟ آیا تو میدانی که این سوال کننده چی کس است؟ حضرت عمر گفت الله و رسوله اعلم، خدا و پیغمبرش داناتر است، نمیدونم، نشناختمش. حضرت در جواب گفت فانه جبرئیل علیه السلام، این حضرت جبرئیل امین است. آتاکم یعلمکم دینکم، آمد که برای شما دین شما را تعلیم بده. ببینه آداب تواضع انسانی و اسلامی را از برای اعراب نشان داد، تعلیم شد داد که پیش از او که بشینی باید اجازه بپرسی، پیش از او که سوال کنی باید اجازه بپرسی، با تواضع بشینی، در وقت نشستن آداب نگه بداری. اصل اسلام ادب است برادرای عزیز. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که صاحب هزارها خصال حمیده است، تمام خصلت های بزرگی که تصور کرده می شود در یک انسان خدای تعالی از برای حبیبش عطا کرده بود، اما در قرآن عظیم شان با اخلاق بزرگ حمیده او را وصف کرده است. استعیذ بالله و انک لعلی خلق عظیم. خداوند متعال در قرآن گفت ای حبیبی من، ای محمد، تو دارای خلق عظیم هستی، اخلاق به نهایت بزرگ هستی. خود پیامبر صلی الله علیه و سلم مکررا می گفت بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، خداوند مرا برای آن مبعوث کرد که مکارم اخلاق جامعه بشر بلند بردارم، مردم صاحب اخلاق کنم، مردم خوشخلق کنم، به مردم آداب تعلیم بدم، آداب اسلامی، آداب انسانی. اگر ما همین ادب نداشته باشیم وای به حال. مصطفی را هزار معجزه بود که به مردم همه نمود مقیم، بهترین هزار معجزهش ادب نیک بود و خلق عظیم. پیغمبر ما هزارها معجزه داشت، معجزه های آسمانی، معجزه های زمینی، معجزه های ظاهری، معجزه های باطنی، اوبیکتیوی، سوبیکتیوی. بزرگترین همه معجزه هاش میگه آداب و اخلاق بزرگی قرآنی محمد صلی الله علیه و سلم بود که واقعا آداب و اخلاق به نهایت بزرگی داشت. از مادر و بی بی عایشه رضی الله عنها سوال کردند که یا رسول الله از اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم چیزی به ما نقل کن. مادر پرسید اتقرأ القرآن؟ از سائل پرسید که آیا تو قرآن میخونی؟ گفت نعم یا امه، بله گفت مادر جان. گفت کان خلق رسول الله صلی الله علیه و سلم القرآن، اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن بود، طبق فرموده های قرآن عمل میکرد، اخلاقش سرچشمه از قرآن میگرفت. قرآن ما سر تا پا همه درباره ادب است، درباره تعلیم است، درباره تربیه است. عبادت خدا خود اخلاق و ادب است. معامله و مناسبت با پدر و مادر، احترام پدر و مادر ادب است، احترام استاد ادب است، احترام علما و فضلا ادب است، احترام همسایگان ادب است، احترام مسلمانان ادب است.
خدمت کردن در راه دین شریعت جامعه ادب است، تعلیم تربیه فرزند ادب است، من جمله تمام قرآن سر تا پا همه ادب است، همه بیانگوی ادب است. نزد ارباب هنر مایه ایمان ادب است، لاجرم پیشه مردان سخندان ادب است. آدمی زاد اگر بی ادب است آدم نیست، فرق ما بین بنی آدم و حیوان ادب است. آدمی زاده که ادب نداشته باشه او آدم نیست. آدم از حیوان با ادبش فرق میکند. چند روزه که در این دیر کهن مهمانی، با ادب باش که خاصیت مهمان ادب است. ما و شما همه مهمان هستیم در این دنیا، یک روز میگذریم و میرویم. پس با ادب باش که مهمان با ادبش زیبنده است. مهمان به خاطر ادب احترام میکنن، مهمان بی ادب که احترام میکنن. دیروز جنازه بود، جنازه استاد ما حاجی قمرالدین عبدالله خدا رحمتش کنه، عالمای بزرگ شهیر از جمهوری آمده بودن. گسیلشو میکنیم، از بعضش دعا میگیریم. یک برادر خواستیم دعاشو بگیریم که دستام عقبید نگذاشت، گفت داملار لازم نیستیم، ده حق ما دعا که کفایه میکنم. یک کسی دیگه در پهلوش ایستاده. بعضی مردم به همون حزلای میمونوارشو خیال میکنن که خیلی کاری خوب کردیم. گفت برآورده نتونستی پول داملای کیسد. گفتم این مردک ما را نگذاشت که ببراریم. آخی آدمی به عقل به ادب که هست. گفت یاردمت کنیم، میخنده. گفتم شرم ندار، صدقه جوان مردیت کنه. ترا مثل ما مردی، ترا با ریش مونده، ترا حاجی خاک در سر داخل خداوند نعمت داد است. نمیم بری آخی ایا کس دکست دعا بگی. ما همی را مهمان گفته و احترام شو کردستیم، ای حساب خود ما احترام شو کردستیم. تا عقل ادب نداری، اکبا حضل شوخی میکنه، حضل شوخی در سرت مونه. تو آداب انسانی را یاد بگی. انمی فرقی بین آدم و حیوان ادب است. مهمانی که احترام خودش نداشته باشد او را هیچ که حرمت نمیکنه. همه آدم هم مهمان به در این مسجد، قوم دائمی این مسجد شاید نباشه، نه که حرمت احترام خودش که بجا نمیاره که او را احترام میکنه. او چی و یک ابله قد کوچه چی بایشو هیچ تفاوت نمیمونه، اگر چند سخت چند برسه به این برادر. چند روزه که در این دیر کهن مهمانی، با ادب باش که خاصیت مهمان ادب است. چشم بکشا و ببین جمله کلام الله را، آیت آیت همگی معنی قرآن ادب است.